کلینیک دندان پزشکی آمیتا داغان. همانطور که می‌دانید رعایت بهداشت در آن در تمام زمینه‌ها پیگرد قانونی دارد، حتی در اصول پزشکی. آمیتا داغان کاملا به این قانون پایبند است و کار خود را با تعویض کردن لنت خود را یکی می‌داند. داغان اعتقادی به بی‌حسی ندارد و با جمله هر که داد بزند مادرش خراب است کار خود را شروع می کند. او پس از کشیدن دندان خراب با انبر دست یا دم باریک دندان جدید را به چسب 1-2 آغشته کرده و آن را در محل مورد نظر قرار می دهد. حتی در بعضی از مواقع دیده شده است که او برای محکم کاری از سیم مفتول و بس زیپی استفاده می کند. شما هیچ وقت گول آمیتا داغان را نخورید.